سلام دوستای خوبم، انشالله که تنتان سالم باشه و لبتان خندان باشه. من دلم بسیار بسیار زیاد بادنجان سیاه شده بود که بادنجان سیاه را بسیار زیاد دوست دارم و وقتی که خودم پختن میکنم او دیگه یک مزه دیگه داره. بادنجان سیاه را مثل دیگرها مثل شما وریم پوست کردیم و داخلشان نمک انداختم که اما آب تلخیش برایه با مدت 1 ساعت یعنی ماندم شه که تمام آب تلخیش برایه که بادنجان سیاه مزهش بسیار خوب شود. و بعدش هم پیاز در روغن گلابی کردم و بعدش هم سیر انداختم، مرچ تازه انداختم، روب انداختم، بادنجان رومی انداختم، نمک به مقدار لازم انداختم، بادنجان سیاه انداختم و اما قسمش خورد رفتم و وقتی که اول یکم حرارت بالا ماندم، اما وقتی دیدم که یکم سرخ شده بادنجان سیاه گاز پخش ماندم که به حرارت ملایم پخته شد. وقتی که پخته شد آوردیم با ماست و ترکاری نوش جان کردیم. البته یادمانه را که نان گرم بسیار مزه‌دار دیگه بدرم از نان بایی آورد که یک نان گرم بسیار مزه‌دار و نان بسیار کلان بود. با او خاطر باز من گفتم که باش عکس نانم بگیرم. نوش جانتان.